مسافرین محترم پرواز شماره 978 هواپیمای امارات به مقصد دبی لطفاً جهت تحویل آب سلام، چطورین؟ سلام. من ایمانم. منم سانازا. خیلی خوشحالیم که بالاخره کائنات دست به دست هم داد و فرصت شد که ما یه ویدیو براتون ضبط کنیم و البته قول میدیم که بیشتر ضبط کنیم. قول میدیم بله. آره. ما از وقتی که اومدیم خیلی از دوستامون و خیلی از کسایی که خلاصه متوجه شدن که ما تونستیم مهاجرت کنیم سوال خیلی مشترکی همشون داشتن که چی شد مهاجرت؟ چرا؟ اصلا ارزششو ارزششو داشت؟ آره. کلا میدونی ارزش به نظر من یه چیز نسبیه دیگه. نه من مامانمو دیگه نمیبینم ارزششو نداشت. اگه بخواد من یه آدمی باشم با وابستگی به مادرم میتونم بگم ارزش نداشت، ولی خب به نظر من یعنی نظر هر دوتامون همینه، خیلی 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 ارزششو داشت. آره واقعا ارزش تو داشت. یعنی اصلا ارزش تو داشت. خیلی ارزششو داشت. میدونی خیلی نمیشه بیشتر از اون چیزی که فکر میکنین ارزش داشت. آره و واقعا نمیشه تصمیم گرفت. یعنی نه من جای شمام نه شما جای منین و اصلا این جواب دادن به این سوال به نظر من امکان پذیر نیست. ولی به نظر من چیزی که به قول مافیا بازا فکته اینی که قطعا شما هم هستن دور براتون کسایی که مهاجرت کردن، چند تاشون برگشتن. این خودش جوابه دیگه. یعنی میدونین ماها خودمون تو اون دوره‌ای که داشتیم به مهاجرت فکر میکردیم خیلی میترسیدیم. این ترسه هست ولی خب دقیقا مثل بقیه ترساست دیگه. شما یه تصمیم بزرگ دارین برای خودتون و بعد از خودتون میگیرین. آره. باید ببینی خوبی‌ها و بدی‌ها رو بذاریم دو کفه ترازو، ببینیم براتون کدومش سنگینی میکنه. کدوم خوبیه الان؟ حالا فرق نداره. اگه این خوبیه واقعا خوبیاش سنگینی یکی میکنه. خوبیه که بدی. تنها بدی که به نظر من تنها چیزی که میشه گفت بدیه فقط دلتنگی خانواده و دوستا و عزیزاست. هیچ چیز دیگه ای اصلا به نظر من که هیچ بدیه دیگه ای اصلا نداره. ببینین این جمله برای ما نداشته. این جمله‌ای که تاناز میگه که هیچ بدی نداره به این معنی نیست که اینجا بهشت برینی در انتظاره. قطعا اینطور نیست. قطعا شما به همون اندازه‌ای که کار میکنید به همون اندازه براتون ارزش قائل میشن، به همون اندازه بهتون حقوق میدن. اختلاف خیلی زیادی بین حقوق‌های مختلف نیست و شما یه لول متوسطی از زندگی رو به راحتی میتونید برای خودتون درست کنین. حتی اگر واقعا جدی دارم میگم با صفر از ایران بیاین اینجا و حتی اگر روز 30 ماه شما اینجا حقوقتون رو صفر کنین بازم نگران این نیست، چون توی ساعت دقیقی توی روز دقیقی مطمئنین که حقوقتون میاد. این اصلا مثلا نگرانی ثابت ما تو ایران بود دیگه. 29 میریزن 30 میریزن. حالا نمیخوایم مقایسه کنیم ولی به طور کلی ما خودمون میدونیم. یعنی اون موقعی هم که ما این مسیر رو استارت زدیم انگلیس کلا کشوری بود که تازه بود. خیلی حالا پرستارا تعداد زیادی از پرستارا اومدن ولی بقیه رشته‌های کار درمان خصوصا اتاق عمل و بیهوشی و اینا یه ذره پروسه سخت و یه ذره پیچیده بود و ناشناخته بود. مگه انگلیس هم مثلا میشه؟ آره. در حالی که ما هم نمیدونیم، شاید سالهای قبل هم میشده. ولی خب اینو میدونیم که ماها جزو اولین کسایی هستیم که تونستیم بیایم. الان حدوداً فکر میکنم نزدیک 4 ماهه که آره. و بالاخره اومدیم که به قولمون عمل کنیم، یه پیج کوچولویی را بندازیم و سعی میکنیم منظمتر، حالا هفتگی شد 3 روز 4 روز شد تا جایی که واقعا بشه و فرصت کرد به سوالات شما جواب بدیم و بتونیم یه چیز قابل ارزی براتون داشته باشیم که بتونین تصمیم بگیرین که همین که چجوری اصلا میشه. خب میخوایم این مسیر رو کامل براتون توضیح بدیم که اصلا چجوری امکان پذیره این مسیر. خب هزینه ها چجوریه، اینجا چجوری میشه زندگی کرد، تمام کارهایی که اینجا میکنیم
بعد اصلا همین که خودتون ببینین اصلا برای شما میصرفه که بیای یا نمیصرفه این بیای. خوبیاش سنگین هست آره. یا نیست. آره اینجوری به هر حال هست. آره. و کلا این پروسه چون پروسه ناشناخته و عجیبیه، سعی می‌کنیم تا جایی که خودمون یاد گرفتیم و دوستامون خیلی تو گروه‌های مختلف بهمون یاد دادن ما هم بتونیم منتقل کنیم و همین. هیچ انتظاری نیست. ان که ویدیوهامون رو ببینید از این به بعد. این ویدیو اوله و تقریبا معرفی طور بود. میدونم خیلی چیز زیادی قابل عرضه نداشت، ولی این قول رو میدیم که ویدیو بعدیمون قطعا استارت اپلیکیشن برای مهاجرت ان. شاید هم یه چیز دیگه نمیدونم. مراقب خودتون باشین. حتما تمام سوالایی که دارین رو برامون کامنت کنین تا ویدیوهای بعدی رو با توجه به سوالایی که شما دارین درست بکنین. و خیلی دوست داریم که باشین با همون و ما رو ببینین. مراقب خودتون باشین. بای بای. بای بای.